درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. زرنگز نوروزشاه هستم در خدمت شما. امروز 27 ینور است و ما اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. 12 نشست مطبوعاتی منصبداران در یک روز به اعتراض شدید خبرنگاران روبرو شد. بچه‌های ما نمیروند. بگذار دانند که عزت ژورنالیستان عزت 9 میلیون تبع تاجیکستان است. تلاشی از نوسازی دوشنبه، بنیاد بیناهای زیبا و زمانوی یا منفعت مالی؟ سخن درباره ایدئولوژی بی‌پایه است. اینجا بوی پول به مشام میرسد. تمام. بازگشت به وطن پس از 16 سال آوارگی، سلیم کیمبونبونی جوانی افریقایی به دیدار پیوندانش رسید. سلام علیکم تاجیکستان. من سلیم کیمبونبونی در تانزانیا هستم. به همش تشکر. تاجیکستان را پزمان شدم. تغییرات در جدول نشست‌های امسال اکثر ژورنالیستان تاجیک را حیران کرد. در این جدول ملاقات بیش از 10 منصبدار را در یک روز گذاشتند. این به چی معنی است؟ آیا رسانه‌ها امکان بازتاب این مقدار نشست‌های خبری را دارند؟ همکارانمان مولا رجب یوسفی و برات یوسفی موضوع را با خبرنگاران و مقامات در میان گذاشتند. اعلان جدول نشست‌های خبری نهادهای دولتی با واکنش شدید جامعه ژورنالیستی تاجیکستان روبرو شد. نگرانی روزنامه‌نگاران از آن است که در یک روز نشست خبری 13 وزارت و اداره‌های مهم دولتی را تعیین کردند، چیزی که در تاریخ نشست‌های خبری سابقه نداشت. قبلا حداکثر در یک روز نشست خبری تا 4 نهاد دولتی برگزار می‌شد. سران رسانه‌های خبری می‌گویند چنین تعداد زیادی خبرنگار ندارند که در یک روز 13 نشست خبری را بازتاب دهند. من فکر می‌کنم که این کار مخصوص است. مخصوص و کدام معنی؟ به آن معنی که یا تنها به خاطر اشاره کردن که ما همینا گذراندیم، همین نشسته همینا میگذرانن، اثرشون ساقط میکنن، حسابات میدهند. یک یا که آنها سالهای آخر بسیار دعوا دارند که روزنامه‌نگارا سوال دادنی ندارند. سردبیر فرج میگوید برای شرکت کردن در همه این نشست‌های یک روز مجبور است بر اضافه 3 خبرنگارش باز تجربه آموزهای نشریه را به نشست‌های خبری فرستد، کاری را که سردبیر نشریه SSR سیاف مزراب اصلاً کردنی نیست. وقتی که همه اینها رو در یک روز میگذارند، من نمیدونم این از روی کدام سناریو است. ضمناً من گفتم که من نمیروم، بچه‌های ما نمیروند. بگذار دانند که عزت ژورنالیستان عزت 9 میلیون تبع تاجیکستان است. مقامات به این ناراضگی جامعه ژورنالیستی واکنش نکردند. در نهادهای دولتی گفتند که نقشه نشست‌های خبری را دستگاه اجرایی رئیس جمهور ترتیب داده است و آنها تنها دستور را اجرا می‌کنند، اما در دستگاه رئیس جمهور وضعیت را شرح نمی‌دهند. یاور رئیس جمهور در امور رابطه با جامعه امام علی نصرالدین زاده در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت مسئله را دیرتر شرح خواهد داد. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه. در ضمن دستگاه ریاست جمهور که همین لحظه ها پاسخش را به رادیوی آزادی ارسال کرد، از تصمیمش حمایت نموده گفته است اولا ساعت برگزاری نشست ها گوناگون است و سبب دیگر این تصمیم پاندمیای کرونا ویروس بوده است. ماموران ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان نصرت الله سعیدوف، برادرزاده سعید عبدالله نوری رهبر پیشین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک را با گمان دریافت مبلغ از خارجه دستگیر کردند. نصرت الله سعیدوف 4 سال پیش به مدت کوتاه بازداشت شده بود. همکارم میرزانبی خالقزاد با پیوندان دامولان نصرت الله چند لحظه پیش صحبت کرد و حالا در استودیو با ماست. میرزانبی سلام و بگوید که نهایت سبب بازداشت معلوم شد.
بله، همین چند لحظه پیش نور محمد سعیدوف برادر نصرت الله در صحبت تلفنی گفت که صبح امروز مفتش ریاستی کارهای داخلی زنگ زده است و گفته است که وی همچون گمانبر در بازداشت هست، ولی به قول او مفتش نگفته است که برای چی گمانبر است و در کجا نگهداری می شود. وی گفت که ماموران ریاستی کارهای داخلی ولایت ختلان پس از دستگیر نمودنش تا حال اجازه ملاقات ندادند و ادوکات هم تا کنون ندارد. پیوندانش میگن که نصرت الله سعیدوف برای رسانیدن کمک و یاری به خانواده معیوبان از جانب رئیس جماعت دهات به آنها روی خط نامناسب معیوبان پیشنهاد شده است و از جمله معیوبان خردسال اردو، روغن و برنج و برای معیوبان خردسال بازیچه ها خریدند. ولی طوری همصحبت ما گفت مقامات 4 کارمند همین خواجگی را بازپرسی کردند که مبلغ کمک به معیوبان را از کجا یافتند. آیا این پولها از خارج تاجیکستان با راه غیر قانونی به دست آورده شده است یا نه؟ 4 نفر روز 25 ینور بعد پرسش آزاد شدند، ولی نصرت الله همچنان در بازداشت است. تلاش‌ها برای تماس با مسئولین مقامات ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان تا این دم بی‌نتیجه بود. نصرت الله سعیدوف 48 ساله ساکن ناحیه وخش ولایت ختلان و رئیس خواجگی دهقانی استقلال است و این ماه فوریه سال 2018 بعد نصب شدن پرچم سیاه در بینای خواجگیش یعنی پرچم داعش دستگیر شده بود. سعیدوف را پس از مدت کوتاهی جواب دادند. دادگاه‌های تاجیکستان بله میرزا نبی سالهای اخیر چند نفر را با گناه دریافت کمک از مخالفان تاجیک در خارجه به زندان محکوم کردند. سرنوشت آنها چی شد؟ ببینید، دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه 2 سال قبل اسرارالدین پسر زبیدالله رازق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را 5 سال از آزادی محروم نمود. آن زمان نزدیکان زندانی ها در خارج فرستادن مبلغ را به عائله هاشون رد نکردند، ولی گفته بودند آن غیر قانونی نیست و نباید برای آن جزا دهند، چون به ادعای آنها عائله هایشان به سبب بیکاری و مصادره بخشی از اموالشان به یاری احتیاج پیدا کرده بودند. سال 2015 پس از ممنوع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان صدها اعضا و طرفدارانش در اروپا و کشورهای دیگر پناهنده شدند. بله تشکر. برخی از پیوندان سعید عبدالله نوری نیز از آن زمان تا حالا در خارج از تاجیکستان به سر میبرند. سعید عبدالله نوری در درگیری‌های داخلی سال‌های 1992-97 رهبر اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک بود. پس از امضای سازشنامه صلح در سال 1997 کمیسیون آشتی ملی را تا سال 1999 رهبری می‌کرد. سال 2006 در 59 سالگی در دوشنبه درگذشت. از زمانی به دست آوردن استقلالیت حکومت تاجیکستان تلاش دارد شهر دوشنبه را از یک مرکز جمهوری کمونیستی به پایتخت کشوری صاحب استقلال دارای هویت ملی تبدیل دهد. مقامات به این نظرند که ظرفیت بناهای کهنه کیها به پایان رسیده است و باید در جای آنها بناهای زمانوی بسازند. بعضی از ساکنان و مورخان آن را تخریب تاریخ گذشته می‌دانند و ضد ویران کردن بناهای قدیمی هستند. موضوع را شهلایگل خواجه ادامه می‌دهد. با گذشت 30 سال از فروپاشی اتحاد شوروی، یکی از جمهوری‌های سابق آن تاجیکستان تلاش دارد هویت تازه پیدا کند و گذشته کمونیستی خود را پشت سر گذارد. این کشور آسیای مرکزی که با افغانستان، چین، ازبکستان و قرقیزستان همسرد است، مرزهای معاصر خود را در ابتدای عصر گذشته وقتی که رهبریت شوروی تاجیکستان را جمهوری کامل حقوق شوروی اعلان کرد تشکیل داد. دوشنبه یک دهه خورده که با بازارهای بزرگ خود معروف بود پایتخت نو انتخاب شد. معماران شناخته شوروی در تاجیکستان برای اقامت افروختن بناهای معموری و استقامتی 10 سال فعالیت نمودند. اما بهرام یوسوپوف رئیس اتفاق معماران تاجیکستان که رهبری ساختمان بنای بلندترین شهر دوشنبه مجتمع نو خدمات علاقه در مرکز شهر را بر عهده داشت، میگوید مقام نو پایتخت شهر را به تغییرات کلی وادار کرده است. دوشنبه را از 3 سمت کوه‌ها به آغوش کشیدند. منطقه وسیع‌شوی پایتخت هم تشخیص و محدود می باشد. وابسته به آن مناسبت به زمین و ساختمان منبعد به نرخ طلا برابر است. جنگ شهروندی سالهای اول صاحب استقلالی تاجیکستان که 5 سال ادامه کرد، نوسازی پایتخت تاجیکستان را به تأخیر گذاشت. وقتی که صلح برقرار شد، پرزیدنت کشور امامعلی رحمان با آباد کردن پایتخت، خراب نمودن بناهای استقامتی و معموری شوروی و ساختن مناره‌های بلند آشیانه و یادگاری‌های نوی ملی شروع کرد.
ولی وقتی تئاتری به نام مایاکوفسکی و استودی سابق حزب کمونیست تاجیکستان تخریب شد، این اقدام اعتراض مردم را با طلب حفظ بناهای تاریخی به میان آورد. سلاله تاجیکان 1000 سال پیش از حاکمیت محروم شده بود. حاضر صاحب استقلالی دولت تاجیکان برقرار شده است. به فکر من تلاش بنیاد شهری حدالامکان جوابگوی هویت تاجیکان از همین سرچشمه منشأ میگیرد. شاید از همین سبب حاضر در جای اول نه بنیاد بلکه تخریب ساختمان های کهنه است. در سال 2017 گیم پلان و یا برنامه بازسازی دوشنبه تکمیل شده. در این دوره در پایتخت تاجیکستان بیش از 500 بنا و مجتمع نو بنیاد گردیده است. صرف نظر از تخریب محله ها و بناهای کهنه و ساختمان بناهای معاصر به اصطلاح عثمان خراش، حمایت از میراث زمان شوروی زیاد نیست. معمار و مورخ تاجیک غفور شرمتوف میگوید جستجوی جنبه‌های سیاسی و ایدئولوژی بازسازی دوشنبه عملی درست نیست. سخن درباره ایدئولوژی بی‌پایه است. اینجا بوی پول به مشام میرسد. تمام زمین در مرکز پایتخت گران است و خوب به فروش می رود. همه‌اش همین. حکومت تاجیکستان روی خط بناهای تاریخی را ترتیب داده، در آن از جمله مجتمع مجلس عالی را شامل کرده است، ولی اکثر بناهای دوران شوروی که سالهای 40 قرن گذشته بنیاد شدند به احتمال زیاد از بین برده می شوند. سلیم عبدول کیمبومبونی شهروند افریقایی تبار کشور تانزانیا که چند پیش رادیوی آزادی از سرگردانی‌های او در تاجیکستان گزارش داده بود به وطنش برگشت. او که بعد 16 سال آوارگی و دوری از پیوندانش به دیدار آنها رسید، در یک پیام ویدیویی از مردم تاجیکستان سپاسگزاری کرده است. فرزان محمدی در این باره تفصیلات دارد. سلام علیکم تاجیکستان. یا سلیم کیمبومبونی. سلام علیکم تاجیکستان. من سلیم کیمبومبونی در تانزانیا هستم. به همه‌اش تشکر. تاجیکستان را پزمان شدم. به تانزانیا بیایید. پس از 16 سال سرگردانی ها که 10 سالش در تاجیکستان سپری شد، سلیم عبدول کیمبومبونی یک شهروند افریقایی تبار کشور تانزانیا بعد بازگشت به زادگاهش از شهر دارالسلام به رادیو آزادی پیام فرستاد. او خیلی خوشحال می‌تابد و همراه پیوندان و دوستانش در کوچه های شهرش گشت و گذار دارد. سلیم از سال 2007 به حیث خادم یک سیرک سیار تا روسیه و قزاقستان رفت و بعدا همراه همکسبانش به دوشنبه هم آمد. به گفته او در یک حادثه 10 سال پیش در دوشنبه بار و بخاش از جمله شناسنامه‌اش را گم کرد و بعد این به حجت ماند. سلیم کیمبومبونی بعد دریافت حجت بازگشت به زادگاهش در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که باور نداشت روز امکان بازگشت به وطنش را پیدا میکند. چندین بار به ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان به خاطر گرفتن حجت مراجعت کرد، ولی این مسئله حل خود را نیافت و مدت در مؤسسه نگهداری افراد بی‌سرپناه در شهر خوجند زندگانی کرد. بهری عبدالرحمن و رهبر سازمان جمعیت دیار که به افراد بی‌سرپناه کمک می‌رساند، ماه نوامبر سال گذشته از سفارت تانزانیا در مسکو جواب درخواست نسبت بازگشت سلیم افریقایی را به دست آورد و او را تا رسیدن به زادگاهش راهنمایی ساخت. او 16 سال در وطنش نبود و برایش در آنجا مطابق شوی حالا کمی دشوار است، ولی حالا کار اساسیش برقرار کردن حجت‌ها، جستجوی کار و عائله دار شوی است. من با او در تماس همیشگی هستم چون که وی در 10 سال زندگیش به اینجا عادت کرده بود. وی با دوستان تاجیکش بخصوص معروف و منصور نیز همیشه گفتگو میکند. سلیم عبدول بنابر مشکلاتی به سرش آمده گاهی به فراموش خاطری نیز دچار می‌گردید و قبلا خود را زاده کشور کنیا میگفت. ولی با یاری کاربران رادیو و اختیاریان سازمان‌های کمکرسان معلوم گردید که او زاده شهر دارالسلام تانزانیا است و خویش و تبار هم دارد. سلیم بعد برقرار کردن حجت‌هایش می‌خواهد به تاجیکستان برای مهمانی آید، زیرا دوستانش را زیاد پزمان می‌شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. این مطلب آخری برنامه امروز بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار شما.